اکه اسمو میگم جرا میبره با بقدر رسول الله میرسی که همین منطقه‌ای که رسول الله بر آمده بود صلی الله علیه وسلم امروز برای شما خواهیم نشان داد. در این خشکی جب بیم قدر گرم بود وقتا راه نبود جو سویگی نبود. سبحان الله بینه باید ما کجا بریم دیدستین مردم ها اکه اسمو بگم رنگم بچه ها 14 ساله باری پرده رفته سه نه خوری صلاح شون برادر خوری صلاح. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فاتا نگرفتی؟ از میزنمش. استقبال فاول. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادرام ایده الحمدلله برآمده هستیم تو بغار سبحان الله بینه باید ما کجا بریم باید هم تا مایده او بگیم هم بالا بریم ولیکن الان ما در شروع هستیم. اکه اسمو بینن رنگ بچه 14 ساله باری پریده برآمده است. اکه اسمو بگم رنگم بچه ها 14 ساله باری پریده رفته است. اینا چشم بوده به فراشیده. به فراشیده؟ بسم الله قاطی برو میبروی انشالله. نه برادرام مایده اومده هستن برادرها که خفه بودن انشالله. نه خوری صلاح شون برادر خوری صلاح اومده هستن مایده انشالله. ولی خیلی دیگر مونده سبحان الله خیلی دیگر. نکه اسمو شو خوری اقفا اومده است خوری اکون دا مایده اومده است. مایده بر اومده استیم خدا خواه انشالله. اونا شیر نرده بالا اوجه نفسش درون زد دم گرفته است. اکه اسمو کسی رجده داره که خودشو برسید ووه کاری پشتاکی میرفتم تلفن چشم میکردن. الحمدلله. نگو حدیث کوی حضرت حديث اه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على ما فيه فإن الشيطان يدخله. ابو سعید رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یک از شما اگر دهن هواجه کرد پس دهنش رو به دستش بپوشکی فإن الشیطان یدخل پس شیطان در دهن او داخل میشه. زمانی پیش در خدمت میگفتن که دهن در پوشکی شیطان میمیزه همو گپ اصل اساس داره خلاصی همین شیطان که در اومد به همه اعضا و بدنش میدروه. ماشاءالله جزاک الله خیر. خور افتوا که خوراکی جای کار میشه. پچه بازی نکردیم که من دستی خوب ندارم. یک دیگه شون راجع نامو واجی اسمم میگه وار کن میگه خدا خوکی نبوکسی دیدم پوخ گرمی ده حضرت آن گرمیش اکه اسمو جون میگم جرا میبره با بقدر رسول الله میرسی که او حضرت دوره خیلی راه نبود چه کوه بر اومد رفت ها سبحان الله. های دیگه بله تقریبا 3.5 کیلومتر دیگر مونده تا بر اومدم. مقصد که تازه خیلی ترافیکش کردگیم چقدر عذاب و مشقت بر آمدن که ما حالی بعد از بونداد اومدیم اما فکر کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در او گرمی در این خشکی جب بیم قدر گرم بود وقتا راه نبود جو سویگی نبود
از مشرکان مکه پنهان شده بودند با همراه حضرت ابوبکر رضی الله عنه. یعنی اونها چقدر در اسلام خدمت کردن که الله سبحانه و تعالی برای اونها آیت نازل کرد که الله از اونها راضی هستند و اونها از الله سبحانه و تعالی راضی هستند. باید ما و شما را در دین اسلام خدمت کنیم تا اینکه الله گناههای ما و شما را عفو و مغفرت کنه و وارد جنت میکنه به همراه صالحین. که الله میفرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و آنانی که میگه ایمان آوردن و عمل صالح کردن زده است که وارد جنت میشوند به همراه صالحین. صالحین دیگه پیغمبران هستند، اولیاء الله هستند، دوستای الله هستند و صحابه ها هستند. خدا کنه که ما و شما از همون جمله شیم به همراه صحابه و به همراه تابعین تبع تابعین یک جای ان شاء الله باشیم. دوام میتیم راه. الحمدلله قریب میگیم 1-2 کیلومتر دیگر مونده است تا غاره. در اونجا راه کرده ایستادم. ان شاء الله در آینده خیلی میگیم آسان میشد راه ماشین را کردن. الحمدلله شاید تا سالهای آینده اگر برای حاجی ها برای همه بگیم دستش نمیشد برای برآمدن غار. ماشاءالله نظر کنین، یعنی مردم ماشاءالله رسیده ایستن قریب. برای ما هم کمک دیگر مانده است. ماشاءالله میگیم قدم های آخر مانده است. از زمین استاپ کمی حرکت ما زیادتر میکنیم. الحمدلله و المنه. همین منطقه‌ای که رسول الله برآمده بود صلی الله علیه وسلم امروز برای شما خواهیم نشان داد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. الحمدلله. ای سبحان الله برادران، نظر بکنه چقدر عذاب، چقدر رنج، چقدر مشقت، چقدر رنج زیاد. پایلوچ، حتی پایلوچ اینجا برآمدن. ای سبحان الله، فدا چم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، نه نزدیک شدیم. الحمدلله و المنه و همون غار. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الحمدلله برادران نزدیک شدیم، خیلی نزدیک شدیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. ما شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. اینا برادران غاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم پنهان شده. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. شنو من حجر؟ ما شاء الله. يعني سيراميك. إلي غارة يا سيدي رسول الله أبو بكر الصديق. طلع من العلاويات. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بلند يدي برادران، خیلی بلنده. یعنی حاجی محترم، انشاءالله که شما آمدید اون ماشین ها دیده، هم تاکسی تو هم جمع میارد. بعد 5 کیلومتر همین راه طی کرده انشاءالله میوین. 5 کیلومتر. برادرای عزیز، خداوند شما هم نصیب و موفقیت تون بگردانه به سرزمین های مقدس آمدن دیدن انشاءالله.